یا الله یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا من له ملک السماوات والارض. یا الله ای مهربان ترین مهربان. یا الله چه بسیارند بندگان تو که فرزندی ندارند و به رحمت تو چشم دوختند. یا الله حاجتشون رو برآورده کن و به هر که فرزندی نداره فرزند صالح عطا فرما. یا اکرم یا ربنا إلهنا من حضر جمعنا هذا يرجو منك ولدا صالحا يشكو إليك عقم نفسه أو عقم أهله. يا الله يا اللهم اجعلها ساعة إجابة. روزی موسی علیه و علی نبینا افضل الصلاة و التسلیم در مسیری راه می رفت که خانمی نزدش آمد و عرض کرد ای موسی از پروردگارت بخواه که به من فرزندی عطا کند. آن زن نابارور بود و آرزو داشت که صاحب فرزند شود. تنها کسی این درد و این آرزو را درک می کند که از داشتن فرزند محروم باشد. موسی علیه السلام هنگام مناجات و راز و نیاز با پروردگارش درخواست آن خانم را فراموش کرد. پروردگار متعال که هرگز اشتباه نمی کند و از یاد نمی برد و غفلت نمی ورزد و نمی خوابد به موسی علیه السلام فرمود ای موسی امانتی را که قبول کرده بودی ادا کن. موسی درخواست آن زن را به یاد آورد و عرض کرد پروردگارا کنیزت این زن از تو درخواست و طلب فرزند داشت و پاسخی که موسی دریافت کرد این بود که این زن نابارور است. خبر ناگواری بود که موسی علیه السلام باید به آن زن ابلاغ می‌کرد. موسی نزد آن زن رفت و فرمود تو ناباروری. پس از گذشت چندین ماه یا چند سال موسی آن زن را دید که بچه‌ای با او بود. لذا متعجب و شگفت زده شد و عرض کرد پروردگارا این زن که نابارور بود چطور صاحب فرزند شده است؟ الله متعال فرمود آن زن آنقدر دعا کرد و درخواست فرزند نمود و بر خواستش پافشاری کرد که مرا شرم آمد و سرانجام خواستش را برآورده ساختم و فرزندی به او عطا کردم. سبحان الله سبحان الله هیچ معبود راستینی جز الله وجود ندارد که اکرم الاکرمین است بخشنده ترین بخشندگان. هرچه از او بیشتر بخواهی و دست نیاز به سویش دراز کنی تو را بیشتر گرامی می‌دارد و دروازه رحمتش را به سویت می‌گشاید. پس به سوی او لابه و زاری کنیم که هر که از غیر او بخواهد گمراه می‌شود و آن که به غیر او روی آورد به غیر الله واگذار می‌گردد. هر آن کس بر الله توکل نماید الله کفایتش می‌کند و هر که اعتمادش به الله باشد زیان نمی‌بیند. آیا شایسته است که دری غیر از دروازه بیکران رحمت الهی را بکوبیم و از کسی غیر از او حاجت بخواهیم حالان که حاجت روا و مشکل گشا تنها الله متعال است و بس؟ و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا